تو فصل گرما یه همچین فالوده‌ای حسابی میچسبه. این پست رو حتما سیوش کن که خیلی راحت درست میشه. آب، شکر، گلابمون رو میذاریم رو حرارت، نیاز نیست به جوش بیاد، فقط شکر درون این ترکیب حل بشه کافیه. بعد میذاریمش داخل فریزر تا ببنده. این رشته های آماده فالوده رو تمام لوازم قنادی فروشی ها دارن. یکم خوردش میکنیم، بعد میریزیم داخل ظرف آبی که گذاشتیم به جوش اومد. حدوداً 15 دقیقه میجوشه و بعد هم صافیش میکنیم. بعد هم انتقالش میدیم به ظرف آبی که پر یخه. حدوداً 7-8 دقیقه داخل ظرف آب یخ میمونه و بعد هم انتقالش میدیم به اون شهدی که درست کردیم. شهد رو از قبل از فریزر خارج میکنیم تا به این شکل روون بشه. بعد هم رشته ها رو حدوداً 2-3 دقیقه داخلش هم میزنیم تا حسابی سفید شن و فالوده ما آماده بشه. اگر هم که فالوده یخی تری دوست داشتید میتونید مجددا این ترکیب رو بذارید داخل فریزر، یه نیم ساعت 40 دقیقه بمونه تا فالوده یخی داشته باشید. عشقای من، یه سری نکات رو هم داخل کپشن براتون نوشتم، حتما کپشن رو مطالعه کنید. امیدوارم که از این آموزش هم نهایت استفاده رو ببرید، درست کنید و نوش جونتون باشه.